به نام خدا. من هم عرض خدا قوت دارم خدمت آقای دکتر سعیدی، نماینده محترم شهرستان جیرفت عنبرآباد، فرماندار محترم و هیئت امری که امروز تشریف آوردن در واقع در جنوب استان. توضیح خدمتتون بدم در خصوص محدوده‌های اکتشافی گوهرزمین. گوهرزمین در واقع در 3 تا شهرستان جنوبی فعال هست. در حوزه شهرستان جیرفت عنبرآباد که فرمودید، ما 3 تا کارگاه فعال داریم و تو این 3 تا فعال هم که در واقع هم دستگاه حفاری هست، هم جاده سازی. یکی از محدوده‌هامون هولوش 12000 متر حفاری انجام دادیم. پتانسیل در واقع این محدوده هم که آقای دکتر سعیدی فرمودن مس و طلا هست. برنامه داریم که کار اکتشاف تکمیلی این محدوده رو انجام بدیم. ان شاءالله که بتونیم در واقع با توجه به زمان اکتشافی که سازمان صنعت و معدن به ما نظارت داره، ما بتونیم تا پایان 1405 تکلیف این محدوده ها رو مشخص کنیم. حالا آقین سرجنگل چه خبر؟ از سرجنگل خودی که از در واقع محدودهایی بود که ما زودتر شروع کردیم، همون محدوده است که 12000 متر حفاری شده. پتانسیل خیلی خوبی داشته، محدوده خیلی امیدبخشی بوده. بنا داریم که اکتشاف تکمیلی رو در واقع اونجا انجام بدیم. همونجوری که آقای دکتر فرمودن بتونیم پس از پایانی که در واقع اکتشاف تکمیلی انجام شد، یه برآوردی از میزان ذخیره و بحث بررسی فنی اقتصادی و مطمئنا درنگ نخواهیم کرد در احداث کارخونه.